خب مذاکرات غیر مستقیم را همینک آغاز میکنه. چه کار رفته؟ گوشی آقا اینا میگن بره چی مذاکره رو انداختن روز شنبه. نه خب روز تعطیلیشانو با زیدش مقصد بره کافه. گوشی الو اینا میگن کلا ما هر کاری بخوایم بکنیم بس شنبه میکنیم، باشگاه میخوایم بریم، کلاس زبان میخوایم بریم. چی؟ فکر نکنم بره. حالا یه لحظه بذار. آقا اینا میگن تا اینجا که آمدی بیا تا سر گوشه یک عکس با هم بگیریم. نمیه داداش، پا نمیده. بابا تو هم قفلی زدی نمیه. گوشی نگه دار. میگه بیا حداقل پشت شیشه اتاق سنگ میزنم بیا همونجا یک لحظه ببینمت. گفتم بهش گوشی نگه دار. میگه داداش تو دفعه قبل لاشی بازی در آوردی کات کردی حرفی داری همینجا بزن. کل سلاحشونه برار مومنگم ولی خودت میدونی. گوشی نگه دار. عباس آقا این میگه کل سلاحات همینجوری بگم بهش. خب یه لحظه باستا داداش میگه گوه نخوریاره. والا میگه اگه زیاد گوه بخوری برایت میفرستم آمریکا به عنوان سلاح کشتار جمعی. آقا یه لحظه واسن الان این هزینه دیت اول با کیه خلاصه؟